салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо романи теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори дуюм. جنگ طولانی مقدار چنین گوریستان‌ها را در سراسر افغانستان خیلی زیاد کرده است که در سنگستان حالت بسیار علم آوری دارند. آنها سری قسم از گورخا پارسنگ درازرویه تقریبا نیم متری گذاشته شده است که آن را افغان‌ها سنگ تهداب میگویند. عادتاً از چنین سنگ‌ها همچون مصالح ساختمان برای گذاشتن ته کرسی بینا یا برداشتن دیوار حولی استفاده میبرند. سری قسم از گورهای دیگر باشد خاده‌های تقریباً 2-3 متره به نظر می رسد. لطه‌پاره های رنگارنگ سرخ و سفید و سبز، کبود و سیاهی نوک آنها با تأثیر باد تفسان دشت اندک اندک الوانج می خورند و قبرهای لطه‌بندی شده معنی آن را داشته است که در آنها شهیدان خفتند. رنگ لطه‌پاره معنی سن و سال و جنسیت شهید را افاده می کرده است. لطه سفید طفل یا کودک شهید شده، لطه کبود و سبز نورس یا جوان نامراد، لطه سیاه مردی میان سال یا پیر و گورهای بانو که خاده هایشان لطه‌پاره های سرخ بسته شده زنان و دختران شهید بودند. در سنگستان گورها را چقور نمی کابند و گورها بی لحد می باشند. مثل چاهی دراز رویه برای آدمی کلان به اندازه تقریباً 1-2 متر برای آن لحد ندارد و چقور نمی کابند که زمین آن همه یکسر از سنگ و سنگریزه و قم می باشد. گوری چقور و لحددار هنوز میت را در آن نگذاشته می تواند فرو رود، حتی در وقت کندن هم. گوریستان ها در سنگستان در دامنه تل و تپه های ریگ جای گیرند. در این منطقه تاقه‌گورهای جداگانه نیز احیان به نظر می رسند، ولی آنها مرده های مردم مقیمین نیستند، بلکه تاقه‌گورهای قبیله کوچی ها می باشند. کوچی ها یک قبیله بزرگ و سرنفوسی مردم پشتو زبان بوده، زادگاه معین ندارند. قسم خود را پاکستانی و قسم افغانستانی می دانند. اکثریت در حدود پاکستان زندگی می کنند. از پشتستان پاکستان به واسطه نقطه آخران جنوب افغانستان گذر کرده تا به سرحد بدخشان تاجیکستان هزارها کیلومتر مسافت را هر سال از جنوب به شمال و از شمال به جنوب با اهل بیت خود و مال و خالشان که شغل و پیشهشان چارواداری است، گروه با گله و رمه خود و قطار اشترانشان آزادانه طی می کنند. کسی مانع آنها شدن نمی تواند. حتی در مناطقی که تحت نظر حکومت نیست به مال و جانشان خطر تهدید نمی کند و گروه سلاح به دست خوب می داند که در پشت این قبیله حکومتی قوی پاکستان قرار دارد و در مورد شکایت بردن تمام راه‌های عبور و مرور مجاهدان در حدود پاکستان بسته می شود. افغان ها می گویند که چنین امتیاز را کوچی ها در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان غازی در موافقه بین افغانستان و پاکستان به دست آوردند، زیرا گله و رمه‌ای که هزار از طی سالها و چراگاه ها و موضع های خوش آب و هوای افغانستان همیشه در رفت و آمد باشند، قسم زیادشان مالی حکومت پاکستان
و از ثروتمندان این مملکت بوده است. همینطور کوچی بچه و کوچی دختر در سفر به دنیا می آید، در راه کلام می شود، در مسافرت عروسی می کند، در راه پیر شده حیات را پدرود می گوید. قبر کوچی در سری راه، در دشت و دمن، در بری یاله و درها، جای گلپوش و میسزار، جای زیری تلی ریگ و توده سنگ ابداً ناعیان میماند. کوچی ها با سیاست سر و کار نمی گیرند. آنها به هیچ گونه دسیسه شریک نمی شوند. جوان کوچی ها به خدمت سربازی هم نمی روند، زیرا کوچی سند ثابت کننده شهروندی ندارد. هرچند که یک قومی نهایت سرنفوذ می باشند و تعداد آنها را به زیاده از 5 میلیون رسیده است می گویند. آنها عنعنه و عرف و عادتهای خاص خود را دارند، به دارو اخلاص ندارند. یا درمانی و شیر و قیماق، چکه و جرغات و مسکهی خودساخت، ایران و قمیز، گوشت و روغن گوسپند و هوای تازه و آب چشم سارانند طبیب و دارو و درمان کوچی. اگر زن حامله کوچی در راه هنگام سفر تولد کند، در نزدیک شهر یا در محلی آباد باشد که آنجا دکتران و تولدخانه هم هست، کوچی برای مدد به آن مراجعت نمی کرده است. زنهای دست به کارشان طفل را پرپیش نموده به مادرش یک شهکاس روغن دنبه آب کرده را که دست قرار شده باشد به یک دم می خوراندند و پس از ساعت راهشان را ادامه می دادند. همینطور کوچی در 4 فصل سال وابسته به اقلیم هر محل و منطقه همیشه روی میسه، سبزه و سیبرگه قدم می زند و از نکهت گل و ریاحین لذت می برد. می گویند که کوچی ها حتی رنگ سفید داشتنی برف را تنها از حساب رنگ ترمه پیخست می کردند که در چراگاه های دامن کوه های پیریخدار تقریباً 3 ماه برای چراندن گله و رمه هایشان سکونت اختیار می کنند. عجایبات دیگری که صیاد هنگام پرواز در چرخبال در این صحرای بی سر و بر مشاهده نمود آن بود که در همه جا مال را کودکان می پاییدند. آخر در این ملک سال هاست که جنگ ادامه دارد. از دل گذران صیاد جوانان قسمی در سمت‌های گوناگون جبهه مقابل همدیگر قرار دارند، قسم دیگر از ترس تلاشی عسکری یا از تهدید جلب مجاهدین به این جنگ بی‌معنی برادرکش رو به خارج کشور نهادند. اکنون دستیار مادر و بابا و بیبی ها همین کودکانند. پدرانشان یا در جبهند یا شهید شدند یا در خارج از کشورند. ولی صیاد چوپان میان سال، جوان مرد تقریباً 35 ساله تنومند ریشدار خوش‌سیما را باید پیدا کند. واقعاً چوپان او در نزدیکی سرحد باید باشد. تا آنجا حالا رسیدن در کار راهی زیاد طی نمودن لازم می آید. آفتابی رو به غروب نهاده هرچند نورهای خود را از زمین کنده بود، فضایی را که در آن چرخبال پرواز داشت هنوز هم روشنی می بخشید. نیزه های نوک‌تیز و پرجلای خورشیدی رو به سما به جیگر ابرپاره های سفید شمی خلیدند. این منظره هنگام پرواز دمی آفتاب شینم از تریزه دور شکل چرخبال که آن را ایلیومیناتر هم میگویند خیلی زیبا و مراق‌انگیز می نمود. این لحظه نهایت جالبی پروازش را در صحرای ناپیدا کنار پیش رو آورده صیاد اندیشید که هرچند بارها به نقطه‌های گوناگون منطقه خدمتیش با چرخبال سفر نموده است، چنین لحظه خاطرمان را بار اول در طول چند سال
مشاهده می نماید. شاید به بازگشت از این سفر چندان باور نداشت و به همین خاطر هر یک جزئیات و هر یک لحظه برایش بسیار جالب و خاطرمان گردیده بود. برابری از چشم ناپدید گردیدن چرخبال اطراف را آهسته آهسته تاریکی فرا می گرفت. صیاد اولین بار در چنین صحرای وسیع بیدال و درخت زیر گنبد گردونی پرستاره تنها مانده بود. هرچند اختران چشمک می زدند، نورهای آنها نه تنها به زمین نمی رسیدند بلکه فضای سیاه فام را روشنایی کافی داده نمی توانستند. از این رو در دل او یک نوع ترس و وهم جای شد. به اختیار به همان سمت پرواز چرخبال نگریست، ولی آن نقطه امید هم کیها غیب زده بود. یأس و وهم با لشکر تاریکی به صحرای سنگستان تاخته در قلب صیاد دهشت زا گردیده بود که وی فرصت دست و پا خورده شد. وی احساس میکرد که لحظه های در منطقه های خوفناک جنگ زیر باران تیر و ترکیش های پی در پی مانده هم به چنین حالت ناافتیده بود. ولی این لحظه که برایش خیلی طولانی می نمود، کرخ گردیده حتی فراموش کرد که چرا در این صحرای ناپیدا کنار ریگزار قرار دارد. او چی می کند در اینجا؟ کجا می رود؟ برابر فرارسی تاریکی ظلمات در اطراف بجز تپش قلب خود نشانه دیگری را از حیات احساس نمی کرد. حتی صدای جیرجیرک هم به گوشش نمی رسید. این دهشت دشت را باز هم هولانگیزتر می کرد. بر علاوه تفت ریگزار زیر شعاع آفتابی بیش از 50 درجه سوزان تابستان که پس از غروب آن هم بروی می زد نفس گیرش می کرد. صیاد بسته تسمه پیچی را که در نزدش بود پیش کشید. در تگونچه کرته و ایزار افغانی، به گفت افغانها پیراهن تنباد، یک عدد ژیمپیری به آستین، نیمتنه پشم اشتوری، یک جیلده دغلباف که مردم افغانستان آن را جاکت میگویند، پای افساری برای دهات معمولی ساختی، چینایی چپلی، کمپری خورد که عادتاً مردهای افغان از میان بالای خود را با آن قریب در همه فصل سال از گرما و سرما محافظت میکنند و در سفر حتما با خود میگیرند. چراغ دستی خوردکک، چخماق زجیگل که پر از گزیمائه، کارچه خوردکک با تیغ قطع شونده، ساخت استاهای کابل که افغانها آن را چاقو میگویند، قیچی خوردکک برای به ترتیب آوردن ریش و مویلب، آینچه دور شکل، دو نان دراز رویه ساخت مردم سنگستان که هر یک تقریباً 400 گرم وزن دارد و دو دلچه نیم لیتری پلاستیکی با آب نوشیدنی بود. این لحظه او فکرهای پریشانش را جمع کرده به یاد آورد. نان و آب برای 24 ساعت است. یک نان را باید حتما نگاه دارد، همه اش را نباید بخورد. بعد تمام شدن آب دلچه ها را زیر یگان سنگ پنهان بکن. بعد از 6 ساعت حرکت با تمایل 15 درجه به سمت غرب تغییر لباس می نما. احتیاط باش، ساعت 4 صبح می دمد. از 10 شب تا 4 صبح همگی 6 ساعت وقت داری. 40 کیلومتر مسافه را طی نمایی. پیش از دمیدن صبح باید در لباس محلی افغانی باشی. بعد آن تا سرحد باز 20 کیلومتر دیگر راه است. راحتگاه از نزدیک کلبه ها می گذرد. باز جا جا گله اشتران و توده بز و گوسفندان را با چوپان بچه ها می بینی. اگر از خط سمت حرکت بیرون نشوی تا ساعت 10
باید به نزد کلبه ویرانه برسید که در حولیش یک درخت سال خورده چنار است. نوده های بالای درخت خشک شده، در سه شاخگی بلندش لانه ویرانه لک لک به چشم می رسد. در آن کلبه ویرانه چند سال است که کسی زندگی نمی کند. حتی لک لک هم برابر آغاز گردیدن جنگ و جدال ها لانه اش را ابداً ترک کرده است، ولی در اطرافش بز و گوسفندان و چند عدد اشتران چرا می کنند. لباس های خودت را در داخل بوته های خار خشکیده گذاشته آتش بیزن. بچه های گوسفند چران علنگه آتش را دیده به نزد دویده می آیند. از همه آخر پسرچه 10-12 ساله جنگیلموی می آید که در نرمی گوش چپش حلقه خردکک نقرگین دارد. از همان نان مانده‌ات پاره خودت بخورد و یک بردکی به بچه ها هم حتما تقسیم کرده بیده. در خاطر دار اگر بچه حلقه بر گوش نان را بگیرد، دانسته باش راه بعدیت بسته است، باید پس بگردی. ولی اگر نان را نگرفته گوید که من نانی چاشته میرم، بگوی نوش جونت باشه قندولک و سفرت را ادامه بده. وی اولین قاصدی خودی است که از آمدن تو به جای لازم خبر میرساند. چهرهش را خوب در خاطر بگیر، شاید باز جای روبرو بیایی با او. راه بعدی را باید با سرعت نروی. گشت روز به نزد رود میرسی. از نزد رود سر کرده هر یک حرکت و عملت زیر نظارت قرار میگیرد. حتی چوپان بچه های نزد سرحدی اگنت، نظارتچی و خبرده باشند. فراموش نکن که در ملک جنگ زده طفلان هم به قانون و قاعده های زمان جنگ موافق مطابق می شوند و هر یک نورسی 10-12 ساله شاید چشم و گوش جانبی مقابل باشد. چون این کودکان از پیدا شدن هر یک نفر پیاده رو و سواری برایشان ناشناس در راه، در دشت یا در نزدیکی دیه زود و به آسانی خبر داده می تواند. طور خبر می دهد که خودت به خبر می مانی. آنها به واسطه آینچه یا شیشه پاره نور آفتاب را به سمت دیدبانگاه های مخفی روانه می کنند یا 2-3 بوته خشکیده را گویا بازی می کرده باشند آتش می زنند که این علامتی پیدایش خطر است. اگر از یک جا دود برآید، این نشانه دعوت است. باید یگان نفری از دیدبان جای به نزد کودکان بیاید. اگر 2 بوته آتش گرفته باشد، مسافری ناشناس تشریف آورده است. 2 آتش در 3 جای نشانه آن است که راهگذر با خود سلاح دارد. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسراری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتار دوم.